دادم کلمه آید. مردی از عالم گذشت. همسرش با یک پسرچه و دخترچه‌اش ماند. برای کودکان فهماندن دشوار بود که دیگر پدرت نمی آید. عبدالستار چون هر باره در تق تق می شد یا کسی می اومد، دادم گویا دویده می برآمدم. در حولی دوچرخه ولوسیپدی پدر بود. گفتند خیلی لازم نمی شود، این را می فروشه. همسایه خریدار شد تا او را ببرد، اما دخترچه این مرد نگذاشت. دوچرخه پدرم را نبرید، پدرم حالا می آید. دوچرخه پدرم را نبرید که پدرم جنگ میکنن. دخترچه گریان بود. بیبیش که آنجا بود با دلش سخت رسید، گفت مان دوچرخه را. چون دخترچه هنوز به امید بود که پدرش می آید. همه گریان شدند. همسایه که خواست دوچرخه را بخرد گفت در بین خیلی شد، قریب سال گذشت. روز گذر شده در آمدم، ببینم هنوز دوچرخه ایستاده است و دخترچه روی حوله بازی داشت. دویده آمد که گویا من باز دوچرخه را میبرم. حالا دادم می آید، حالا دادم می آید گویان پیش راه مرا گرفت که من در همین صورت درک کردم این مهر دختری است. مهر دختر دیگر است. مهر دختر از پسر دیده چندین مراتبه بالاتر است. دختر پدر دوستدار می شود. دختر دختری پدر می شود و بعضا ناآگاهان با آمدن دختر ماتم می بردارند و به خدا جنگ اعلان می کنند که چرا پسر نه و دختر. استاد می گفت که به هر یک تولید شدن دخترت یک دری بهشت است. با آمدن دختر برکت است. دخترم جان، دخترم جانی پدر، دخترم نوری چشمان